هیچ سخنوری را نمی شناسیم، نه پیش از نظامی نه پس از او، که توانسته باشد بدان ستیغ سرافراز که نظامی بدان دست یافته است راه ببرد. نظامی کاری که میکنه در واقع قصه پردازی رو، داستانگویی رو در زبان، در ادبیات ایران به عنوان یک شاخصه ادبی طرح میکنه و یک ژانر ایجاد میکنه در واقع. اگرچه که نظامی بزسرایی است، اما مهمترین ویژگی آن از منظر میراث فرهنگی آن است که تمامی پدیده ها را ایرانی کرده و با ایرانی کردن آنها در وفاق و همدلی و همبستگی میان سایر گروه های فرهنگی ایران تلاشی بسیار مؤثر به عمل آورده. قالب یک نوع عاشقانه گویی توأم با فضایهای خیالی و پر از تمثیل که در شاعرای دیگه کمتر به این موقعیت در این مرتبه ما میرسیم توجه میکنه و به همین دلیل به نظر من یک قله است. حکیم میاد ایران رو به دل تشبیه میکنه. عاشقانه ها در دل اتفاق میفته. پس ایران انگار مرکز تپنده جهانه. حالا کسی که اینجوری سر فارسی میگه چجوری ممکنه ادعا بکنن که ایشون ایرانی نیست، بعد برن سند درست کنن، جعل کنن، نامه، اصلا این کار چیه؟ این یعنی حرفی میزنن آدم خندش میگیره واقعیت امر. شاعر بزرگی مثل نظامی گنجوی به زبان فارسی شعر گفته، بارها ایران رو ستوده، عالم رو تن و ایران رو قلب و دل جهان میدونه. نظامی متعلق به زبان فارسی و احترامی که به ایران گذاشته به هیچ جای دیگر نگذاشته. ایران بزرگی که فرهنگ ایرانی رو داره در شرق میتونه تا فرارودان بالا بره، خراسان بزرگ باشه، خوارزم باشه، سغد رو در بر میگیره، در شمال تا قفقاز و دشت‌های اوراسی پیش میره، در غرب میاد تا میان رودان و بالاخره پایین میاد. یعنی ما بدون اینکه هیچ ادعای مرزی یا سیاسی داشته باشیم همیشه مفتخریم که فرهنگ ایرانی در یک همچین گستره بوده است و بالیده است. حکیم نظامی هم مثل دیگر شاعرای ما به یک همچین محدوده‌ای تعلق داره. گنجه ما کجا بود؟ گنجه جزئی از ایران بوده. شما تو همین آذربایجان امروز نگاه کنید، ما در گیلان تالش داریم، اونورم تالش داریم. این تالش سرزمین یک بگید. این مرزهای جغرافیایی آمدن اینها رو از هم دیگه منتزع کردن، وگرنه فرهنگ که نیازمند اون مرز جغرافیایی نیست. فرهنگ نشأ پیدا کرده رفته اون جهان ایرانی است، تمدن ایرانی است. نظامی گنجوی را نه تنها یک شاعر فقط باید دانست، بلکه از زبان شعر برای بیان مفاهیم مهم فرهنگی و آنچه که دیدگاه جهانبینی را تشکیل می‌دهد بهره می‌گیرد. این 5 گوهری که برای ما گذاشته، این 5 جواهر، 5 گنجی که برای ما گذاشته، این 5 گنج باید روشون سرمایه گذاری بشه. بخشی از قصه ها و داستان سرایی های نظامی رو مینیاتوریست های ما تصویر کردند. این نیاز الان در واقع توی مقیاس امروزیش در جهان سینما رقم میخوره. خدا رو شکر میکنم که من این امکان و این امتیاز رو دارم که شعر نظامی رو بفهمم، شعر فردوسی رو بفهمم، شعر بزرگان رو بفهمم. همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود.